وای هوا گشته است لیکن هیچ کیم قدرتش نبود که وای داشته تونه اما این نومش کرونا. غفورجون جوراєв در شهر خوجند ابراز کرونا ویروس را آفریده است. این یعنی همین ابراز هم کرونا ویروس که روز به روز وای نو تولد کرده ایستاده آدمای وای به در آورد. دهشت با. بعضی خدا گفته سجده که دوستان من خدا گفته دوستان همین خیلی حالت بود. بعضی دقت من ایجاد کارو دیگر رو همین یک انسان همین خیلی حالت به اومد که نوچیزی انسان معلوم شد. غفورجون جوراєв رسام و هیکل‌تراش است. او 63 ساله بوده در طول فعالیت ایجادی خود زیاده از 300 رسم را در موضوعهای گوناگون آفریده است. حرکت میکنم که در همون هر یک اثری که میآفرم یکم مضمون باید باشد یکم غایه باشد که همین برای گوییم که تربیت نسل نورسمی یا جمعیت می یکم ذره بر این هم تاثیر خودش رساند. غفورجون جوراєв مؤلف دهها مجسمه میباشد. از جمله مجسمه و پیکره‌های دعای مادر در فرودگاه بین المللی خوجند، نوایی و جامی، صدرالدین عینی و باباجان غفورов در شهر دوشنبه، نقیبخان طغرل در ناحیه عینی و اسماعیل سامانی در ناحیه ظفرآباد. سال جاری مجسمه گلنظر کلدی در ناحیه عینی با اشتراک پرزیدنت تاجیکستان رسما افتتاح یافت. در ناحیه عینی یکی از شاعرهای بسیار شناخته ما شاعر خلقی تاجیکستان گلنظر کلدی که وقتی که گیمن تاجیکستان رو می نویسند خسته این رو قرائت میکنند سرود ملی و وقتی که قرائت کرده ایستادم این متن‌ها در روی سنگ انعکاس یافته شده است که این ابدی میمونه. غفورجون جوراєв در تربیت رسامان جوان سهمی ارزنده دارد. سال 1995 او در فاکولته صنعت دانشگاه دولتی خوجند کافدره صنعت تصویری را تأسیس داده است. این زمان در همین مؤسسه تحصیلات عالی همچون پروفسور فعالیت میکند. استاد یک شخص ناتکرار، یک تربیت دهنده در حقیقت نسل جوان از سالهای نخست قدم رو به بارگاه علم و معرفت یعنی نخست دانشجو شدیم. غفورجان جوراєv را همچون یک استاد ناتکرار میشناسم. غفورجان جوراєv با هدف به نمایش و فروش گذاشتن اثرهای رسامان ولایتی سوخت آرت گالری سامانیان را تأسیس داده است. این زمان او رهبر این مؤسسه می باشد. دلارها برای نمایش اثرهای رسامان هم شهر و ولایت در یک سال 4-5 مرتبه یعنی این اکسپوزیسیون نو میشه.